با عرض سلام و وقتی همه شما عزیزا و دوستا بخیر. آرزو دارم که همه شما عزیزا و دوستا خوب باشین. بنده خیلی خوشحال هستم که در یک جلسه آموزشی دیگه کنار شما عزیزا و دوستا قرار میگیرم و این آموزش رو بر شما ریکارد میکنم. امیدوار هستم که بر شما مفید باشه. دوستای عزیز، در جلسه امروز بر شما آموزش داده میشه که شما چگونه بتونین تایمی را که آلت کوین ها اصطلاحاً خیلی ها میگه منفجر میشه، تایم واقعیش را ببین. یکی تایم دروغ است که همه میگه بازار آلت کوین ها انفجار میکنه اینا. یکی اطلاعاتی واقعی است که به خودت میتونی به شکل درست، به شکل واقعی، به شکل کاربردی بفهمی که در کدام تایم قرار است آلت کوین ها منفجر شه. درست است؟ خب من اینجا دوستان برای شما یک شاخص را آموزش میدم به نام شاخص ادرس که شما کافی است کلمه ادرس را نوشته بکنین و در کنارش نقطه دیر نوشته کنین. درست است که میشه دامینانس ادرس. حالا ما شما بیایم دامینانس ادرس را ببینیم که چی است. اینجا واضح برای شما نوشته که گفته کریپتو توتال مارکت کپ دامینانس را برای شما نشون میده، شامل بجز از چی میگن، بجز از زتا کوین اول. خب ببینید دوستا، ما شما اگر بیم در نظر بگیریم در بازار کریپتو ده ها هزار کوین وجود دارد. درست است، ده ها هزار کوین وجود دارد که در کوین مارکت کپ اینا برای شما لیست شده. خب بجز از داتا اول، داتا اول چی است؟ بیت کوین است، اتریوم است، ایکس آر پی است، یو اس دی سی، یعنی ده جز داتا کوین اول که اگر از لیست بکشیم بقیه کوین های بازار چقدر ارزش داره. خب دامینانس یعنی وزن بازار را براتون بگویم، یا مثلا در کل بر شما بگویم ارزش تمام کوین های بازار نسبت به دیگر. این دوستا ما یک چیزی را به نام BTC دامینانس خواندیم. درست است که دامینانس بیت کوین حدوداً 59% بازار را تشکیل میده. دامینانس اتریوم هم در موردش صحبت کردیم که چند درصد بازار را تشکیل میده. ولی اگر بریم امروز دامینانس بقیه آلت کوین ها را چک بکنیم بجز از داتا اول، بر ما نشون میده که ما مثلا چند درصد دامینانس بازار را دارم؟ 7.69% را، یعنی 7% را دارم. خب در دامینانس شاخص ادرس شما در تایم فریم هفته‌وار اگر بین بررسی بکنین، چی در تایم فریم هفته‌وار بررسی کنین چی در تایم فریم ماهانه، ما چی رو میبینیم؟ ما در حال دیدن ای هستیم که بازار داره سقف و کف بالا پایین تر میزنه، سقف پایین تر، کف پایین تر، دوباره سقف پایین تر، دوباره کف پایین تر، دوباره سقف پایین تر. خب تا این تایم سقف کف پایین تر در شروع سال 2023 یک کمی جان میگیره، سقف کف بالاتر میزنه، دوباره در سال 2024 برای ما سقف کف پایین تر است. خب ببینین، پس اگر قرار باشه بازار کریپتو آلت کوین هایی که بجز از داتای اول است را رشد بکنه، درست است، بجز از داتای اول پول داخلش تزریق شه، اول دامینانسش باید سودی شه. یعنی زمانی که بیت کوین داره دامینانس خود از دست میده، یعنی پول از بیت کوین بیرون میشه، از اتریوم بیرون میشه، از باقی کوین ها، باید به بازار تزریق شه. وقتی که این پول در بازار تزریق شه به اساس سل تکنیکال، حالا ما شما دلایل کافی داریم، یعنی با چشم واضح برای ما دیده میشه، دیده میتونیم که اگر پول داخل بازار تزریق شه سقف و کفای بالاتر میزنه، پول داخل بازار تزریق شه سقف و کفای بالاتر میزنه. آیا شما سقف و کف بالاتر را اینجا مشاهده میکنین؟ میبینید سقف و کف بالاتر نظر به تایم فریم ماهانه پیدا اینجا نمیبینید. پس یعنی معنا نداره که اگر ما بر شما قسم بخورم، قرآن بخورم یا هر کار دیگه بکنم، بازار کریپتو یا آلت سیزن یا مثلا بقیه کوین های بازار بجز از دادای اول نمیتونه رشد بکنه، نمیتونه دامینانس بگیره، نمیتونه پول داخلش تزریق شه. چرا؟ چون آدم هایی را که در بازار تحلیل میکنن، ترید میکنن، یک کاری هستن، حجمی را که در دست از اوناست میتونه بازار حرکت بده، اونا تا زمان تصمیم نگیره نمیتونه او اتفاق بر بازار با وجود بیاد. پس ما و شما بیایم در تایم فریم کوچک، در تایم فریم بزرگ ما و شما دیدیم که بازار چی بود؟ کاملا در تایم فریم روزانه و ماهانه نزولی بود. در تایم فریم هفته‌وار هم این شکل شما سقف و کفای پایین‌تر میدیدین، بازار نزولی بود، یک بار صعودی شد، آمد بر ما و شما چیکار کرد؟ سود خود را داد. اوکی. خب اگر ما و شما بیایم به شکل منطقی در نظر داشته باشیم، همین جایی را که آمده بر ما و شما صعودی شده، ما و شما یک چیز را به نام تریگر ورود داریم یا نقطه ورود داریم که دقیقاً تریگر ورود یا نقطه ورودی ما در کدام لیول است؟ اینجاست. یعنی بازار وقتی که می یک حرکت رو بالا میکنه، یک اصلاح، تریگر اول اینجا، تریگر دوم اینجا، تریگر سوم اینجا و مسیر خود چیکار کنید نموده، یعنی سودی بوده. درست است؟ دوباره عین شکل است. ما در یک ساختار نزولی داریم، داره برای ما شما سقف و کفای چی میزنه؟ پایینتر میزنه. در این سقف و کف پایینتری که میزنه، اگر قرار باشه بازار سودی شوه، شما برای ما یک چیز را برادرانه در کامنت نوشته کنید. از همین تایمی که اینجا شده تا اینجا را تا 259 نزدیک 3 روز، نزدیک کم چیزی کم 300 روز، در این مدت نزدیک کم 300 روز شما برادرانه برای ما بگوین، ضعیف ترین تحلیل تکنیکال شما بلد باشین، در کجای امی چارت، در امی چارت که سقف و کف پایینتر زده رئیس، درست است، در کجای از شما یک سقف و یک کف بالاتر میبینی؟ آیا میبینی واقعا یک سقف و کف بالاتر؟ نخیر. خب اگر نمیبینی، چگونه امکان داره پول در داخل بازار نبیه و مثلا آلت کوین ها بتون رشد کنه؟ ممکن نیست.
پس اطمینان داشته باشین تمام آدم هایی که اومدن در مدت اینی مقدار تایم از اینجا تا اینجا در مدت 250 260 روزی که اتفاق افتاده بر شما گفته آلت کوین بخیر، آلت کوین منفجر میشه، مطلقاً بی سواد است. مطلقاً چی است؟ بی سواد است. چرا؟ چون دانش بازار رو نداره. خب حالا چه زمان بازار آلت کوین ها منفجر میشه؟ یعنی شما بیاید در کوین مارکت کپ چک بکنید که هر روز روزانه 10%، 20%، 30% رشد میکنه. اتفاق چه زمان اتفاق ده؟ زمانی که شاخص ادرس بتونه سعودی شه، یعنی سقف و کفای بالاتر شروع بکنه. وای سقف کفای بالاتر هم که شروع میکنه اگر بازار سعودی باشه، به این معنی نیست که اگر یک تا سقف زد، یک تا کف زد دیگه حرکت نمیکنه. میبره ما سقف بالاتر، دوباره کف بالاتر، دوباره سقف بالاتر، دوباره کف بالاتر، دوباره سقف بالاتر، چی میشه؟ سود مثلا این دمادال میباشه. ببین آمد بر ما یک سقف بالاتر، کف بالاتر، سقف بالاتر، کف بالاتر، سقف بالاتر، کف بالاتر. خب پس های آلت کوین ها فعلا منفجر شده است؟ آیا در حال انفجار است؟ آیا در مدت 260 روزی که شما را گفت انفجار میکنه انفجار کرد؟ نخیر. چرا؟ چون مثلا دامینانس ادر سعودی نشده. پس شما اگر شاخص امروز را که ما بر شما آموزش میتم درست یاد بگیری، عملی بکنی و به اساس واقعیت بازار ترید بکنی، دیگه فریب هیچ کس را بر علاوه نمیخوری. درست است؟ و چشم تو باز میشه که آدم های بی سواد را که در بازار وجود داره بفهمی که اینا بی سواد است. مثلا حداقل دیدی استاد بودن رو برشان نداشته باشه که تو استاد کریپتو هستی یا تو استاد ترید هستی. درست است؟ خب پس ما در یک بازار نزولی قرار داریم، سقف و کفای پایینتر برای ما زده است به این شکل. درست است؟ و چیزی که فعلا اتفاق افتاده، ما آمدیم یک سقف بالاتر زدیم، در حال ساختن یک کف بالاتر هستیم. اگر احتمال صعودی شدن وجود داشته باشد، تنها زمان بازار میتونه یک حرکت را بکنه که بیای بالاتر از 8% دامنه شده. یعنی اولین حرکت احتمالی را که میتونه انجام بده بعد از 8% است. اولین حرکت. پس ما زیر یک دیگری رو افتوار هستیم که اگر تریگر فال شد احتمالاً مارکت یک حرکت بکنه به تا لیول را در اصلاح بعدی و حرکت بعدی حرکتی است که حرکت چی میشه؟ قوی تر میشه. بازار چی میتونه؟ قوی تر حرکت میکنه. پس خصوصا تا زمان مارکت زیر تریگر 8% و علل خصوص زیر 9% شما نمیتونی بگی بازار سعودی شده. درست است؟ بازار میتونه یک حرکتی بکنه به این شکل فیک شه و دوباره به رو پایین. پس ببینن اگر شما قرار باشه که مثلا بازار کریپتو انفجار شه، منفجر شه، انفجارات اتفاق افتاد، نمیفهم مثلا اکسیژن اتفاق افتاد، همین ارز اصطلاحی که آدم ها استفاده میکنه و شما مثلا دوست دارید تا زمان زیر دامینم زیر 8% است، اصلا ممکن نیست اتفاق افتاد، اصلا وجود نمی داشته باشه و زمان قدرت میگیره که بالای 9% بره. پس ببینن چه زمان اکسیژن اتفاق افتاد؟ هر زمانی کمی حرکت رو والا شده در حال اصلاح کردن است. اگر اصلاح زیر کف حرکت نکرد، درست است؟ برعکس زیر کف حرکت نکنه به بالاتر از سقف حرکت کنه. شروع اولی است، دوباره میمور تا اینجا حرکت میکنه، اینجا یک اسلامی داشته باشه حرکتی بعدی از لیول اتفاق افتاد که هر کدام از حرکت از خود تریگر داره. یعنی شما اگر به واضح اینجا رو بررسی بکنی بر شما تریگر رو فهمیده میشه. یعنی آمد مارکت بر شما یک موج قوی حرکت کرد، درست است؟ یک موج حرکت کرد داره اسلام میکنه، بر شما تریگر فعال کرده است که موج بعدی حرکت کنه. چه زمان اتفاق افتاد؟ زمانی که بالاتر از 8% گفتم برتون حرکت بکنه. خیلی راحت. پس اگر می شاخص را شما یاد بگیری ما براتون تعهد میکنم. اگر می شاخص را شما درست یاد بگیری ما برات تعهد میکنم. هر آن تریدر افغانی، آمریکایی، کانادایی، اروپایی، هزاران کشور مملکتی که باشه در هر لیولی که خود را مثلا مطرح میکنه، اطمینان داشته باش، مطمئن باش داشته باش تایم آل سیزن، شروع آل سیزن، اتفاقات آل سیزن تو میتونه بیشتر از اون تشخیص بده. بیشتر از اون میتونید تشخیص بده. و تحلیلی که ما بر شما یاد میتم، آموزشی که بر شما یاد میتم هیچ وقت به اساس گذشته چارت نیست. همین حالا بر شما گفته رسیدم احتمال یک حرکتی که مارکت سعودی شه اولا باید بالای 800 حرکت کنه، یعنی به برای ما یک سقف بسازه، یک کف در حال ساختن است و به سقف جدید حرکت اولی از اینجا شروع میشه، مارکت می تا حدود 9.9% را 9.9% اسلام میکنه، حرکت اصلی از این لیول با شروع میشه. اگر تونس بالاتر از سقف خود چیکار کنه؟ شروع کنه. پس چی میشه؟ بحث یکی ما آل سیزن داریم یا نداره. چرا میگم آدمایی که در مدت 250 یا 260 روز برای شما گفتن آل سیزن شروع میشه چیزی بلد نیست؟ به خاطری که اینجا واضح بر شما فهمیده نمیشه. شما اگر یک مبتدی آدم باشین، هیچ چیز نفهمیده باشین، بازار سعودی تعریفش چی است؟ سقف و کفای بالاتر است. بازار سعودی درست است؟ کجای از همین شما سقف و کف بالاتر میبینی؟ اگر سقف و کف بالاتر میبینی نوشته که بگونه تو معلومات هستی، تو دروغ میگی. درست است؟ تمام آدم هایی که میگن آل سیزن شروع شده و کوین بخیر راست میگه، فقط تو دروغ میگی. پس ما نداریم اینجا سقف و کف بالاتر. درست است؟ پس وقتی که تو به این شاخص را یاد بگیری، اگر با خود صادق باشی، بعد از این دیگه دلیل وجود نداره که شما برید تحلیل آدم های دیگر رو ببینی. اصلا کار اشتباه است اگر تو این شاخص را یاد بگیری، تحلیلش و بعد از میری امیدوار میباشی در کجاها برم تحلیل کنی ببینم که چی گفت آل سیزن است یا نه که ما برم کوین بخرم. اوکی؟ پس ما در سقف و کف پوینتر در حال ساختن هستیم.
بازار نزولی بوده، نزولی هست، هنوز آمده برای ما یک سقف پایینتر ساخته و اگر یه حرکت زیر کف حرکت کنه بیا برای ما کف پایینتر میسازه. اگر به زیر کف حرکت کنه برای ما کف پایینتر میسازه. یعنی آلت کوین ها به کف پایینتر برای ما بزنن. اگر میگم آلت کوین ها به کف پایینتر بزنه فعلا این جمله سر شما بد میخوره، به این معنی است که شما رفتی 3 سال پیش، 2 سال پیش، 1.5 سال پیش، 6 ماه پیش سر شما کوین خریده. اگر جمله ما سر تو بد بخونه. در غیر از اگر مارکت به زیر کف حرکت کنه خوشحال کننده تر است. شما ترید یاد داری، فیوچرز بلد هستی، وقتی که زیر کف حرکت میکنه نقطه ورود پیدا میکنه، پوزیشن فیوچرز باز میکنه، شورت. درست است؟ پس این شاخص درس. شاخص درس پس این برای ما نشان میده که آیا پول در داخل بقیه کوین های بازار بجز از داتا اول هم تزریق میشه یا نمیشه. اگر تزریق میشد میامد پول در داخل بقیه کوین های بازار، شما می روی از اونها اسپات فیوچرز پوزیشن لونگ میگیرید. اگر نمیکرد نمیکنی، اگر نمیومد نمیگیری، پول مثلا داخلشان تزریق نمیشد نمیگیری. درست است؟ خب به خاطر اینکه ایدعا و این مدعا ثابت شد، ما میگم برای شما کوچکترین تایمی که در سال 2023 ما یک شاخص سود مثلا سودی داشتیم. بازار داشت سقف و کفای پایینتر بر ما میزد، بعد از سقف و کفای پایینتر آمد بر ما یک تریگر تشکیل داد و این تریگر صعود کرد و این تریگر ادامه داشت. پس بیم در امی تایمی که آمده بر ما شما مفتوار دیدار اسم باز روزانه شام فردا صحبت میکنه. جایی که بر ما تریگر فعال شده اینجاست و جایی که دوباره نتونست سعودی شه و سود نزولی شه کجاست؟ اینجاست. پس ببینیم در امی تایم مدتی که ما و شما از اینجا داشتیم، درست است، از اینجا تا اینجا این مدت 260 روزی که داشتیم چه قسم هر آلت کوینی سعودی میشده. درست است، هر آلت کوینی با جز از داتا اول. خب حالا ما و شما بیم بررسی کنیم. مثلا دمی تایم اولین ارزی را که ما بیم بر شما چک بکنم، بینون مثال میم بر شما لینک را چک میکنم، لینک یو اس دی تی را چک میکنم. خب وقتی که شما می دی تایم دوستا لینک یو اس دی تی را چک میکنین، چیزی را که شما ببینید چهار تا در قسمت پایین لوگاریتم میکنیم دوستا که برای ما صحیح معلوم شه. خب دمی تایم که شاخص در سعودی بوده، سعودی خود شروع کرده، شما میبینی کوین لینک هم از همین تایم آمده یک تریگر خود را فعال کرده، استاپ زیر کف بوده، آمده یک حرکت چند درصد 270%. درست است؟ در این تایم شما بیا مثلا به نام دو جک کوین را ببین، دو جی اس تی را ببین که برای دو چی اتفاق افتاده. شما وقتی که می مثلا ارز به نام دوج را بررسی میکنی متوجه میشی که در این تایم چرا براتون میگم وقتی که بازار می یک سقف میزنه دوباره یک کف، سقف بالاتر، کف بالاتر، هنوز بر شما فرصت داره، چون بعضی کوین ها دیرتر حرکت میکنه. ولی اگر ما شما در مجموع در نظر بگیریم، بعد از اینکه شاخص سعودی شده شما تریگر روز تکنیکال هم پیدا میکنه. درست است که ما بر شما یک سقف بالاتر زده، در غیر از سقف کفای پایینتر میزنه نه، تازه ما در سقف بالاتر و زیر کف بالاتر هستیم، کف بالاتر ساخته میشه و بعد از حرکت میکنه. می چیکار میکنه؟ 300% حرکت میکنه. شما باید تحلیل تکنیکال صحیح بلد باشی. بازم براتون میگم اگر شاخص در 30 دفعه حرکت کنه قرار نیست تمام آلت کوین حرکت کنه. شما باید تحلیل تکنیکال هم بلد باشی که از لحاظ تحلیل تکنیکال هم سقف اول و کف اول خود تکمیل کرده باشه که بعد تریگر بشه، مثلا بسازه که بعد تو به با تریگرش پوزیشن باز کنی. درست است؟ 300% حرکت رو بگیرید. به مثلا روی ارز به نام شیپ، میم کوین به نام شیپ، درست است؟ ببینیم که برای میم کوین به نام شیپ چه اتفاق افتاده. خب وقتی که شما مثلا میم کوین شیبار دیتا بررسی میکنین، این شکل گفتیم تحلیل تکنیکالش مهم است که شما باید تحلیل تکنیکالش چیکار کنید یاد بگیرید. باز آمده برای ما تازه ساختار نزولی بوده، آمده یک سقف زده، یک کف زده، تریگر تشکیل داده، بعد از اینکه تریگر تشکیل داده حرکتی که مثلا برای ما شما زده یک حرکتی مثلا 500%، 550%. درست است؟ دیتا بیا شما مثلا کاردینال بررسی کنید، ای یو سی تی بررسی کنید که برای کاردینال چی اتفاق افتاده. حالا هر کوینی باشه با جز از ذات کوین اول هر کوینی که باشه ما شما میتونیم بس اساس همین شاخص تحلیل بکنیم که البته شما تحلیل تکنیکال صحیح یاد داشته باشید که ما برای شما تحلیل تکنیکال آموزش دادیم که شما امروز ذلیل نداشته باشه بگید که ما تحلیل تکنیکال یاد نداریم. درست است؟ تحلیل تکنیکال یاد داشته باشید که اگر تحلیل تکنیکال چارت بر شما سعودی مثلا سعودی بود، درست است، سعود نشون میداد، شما برید پوزیشن خود باز کنید. این خیلی پایین اسکرول شد، میرم یک کوین دیگه میبینم باز خیر است. یا باش من میره بر شما اسکرول کنم پایین برای ما چارت بیاره، چارت کوین. خب خیلی چیز را پایین رفته باش ما باز دوباره ریسرچ میکنم. به مثلا دی تایم ارزی به نام کدام ارز چی کنم، مثلا نام ارز باشه، مثلا میم گالا را چک میکنیم، گالا یو سی تی. درست است؟ چون شاخص سعودی شده بعد ارزایی که میتونه تریگر ورود را فعال کنه، درست است، به ترتیب تمام ارزها از پشت ارز مثلا از پشت شاخص توتال چه میشه سعودی میشه. ببینید دمی تایمی که شاخص ادرس آمده به تریگر لانگ خود فعال کرده بوده، اصلا ارز به نام گالا میومده که پوینتر میزده. پس به این معنی نیست که تمام کوینا سود میکنن، باید تحلیل تکنیکالش هم چی شه و سودی شه. ببین اگر شما اینجا گالا رو میخرید تا اینجا چقدر ریزش میکرد؟ 55%. درست است؟ اگر $1000 میخریدی 5500. ولی جایی که برای ما مثلا ساختار سعودی شده یک حرکت رو بالا کرده، نترس بالاتر سقف آمده دوباره حرکت رو بالا از اینجا بالاتر سقف حرکت کرده، او در مثلا 500% چیکار کرده؟ حرکت کرد. درست است؟ یا دیتا ام بی مثلا برای شما فیل یو سی تی رو چک بکنم هر کوینی که باشه،
بیایم فیل رو بررسی بکنیم. فیل یو سی تی برای فیل کوین چه اتفاق افتاده. شما وقتی که میین مثلا ارز فیل کوین رو بررسی میکنین متوجه میشین که دمی تایم فیل کوین هم بعد از یک حرکت رو بالا اصلاح تریگر خود فال کرده، یک حرکت چند درصدی زده 247%. درست از این شد از شاخص ادرس. پس بینان دوستان ما در شاخص ادرس فیلم در کجا قرار داریم؟ در یک وضعیت خیلی خراب. درست است که تازه گفتم حتی اگر امی حرکت را ما شما در نظر بگیریم 100 پوینتر زده که به یک پوینتر بزنه آلت کوین ها بیشتر هم ریزش بکنه. در غیر از اگر آمد بالاتر از یک حرکت کرد، اولین کوینی که آمده مثلا برای خود سخت بالاتر ساخته، کف بالاتر خود ساخته، در حال حرکت است و او رو تو میگیری. درست است، صورت میگیری. مثلا تکنیکال شو که باشه بیا مثلا ارز به نام داد رو ببینیم اتفاق افتاده نه خیر، تازه آمده بر ما یک سقف پوینتر میسازه در حال ساختن یک کف است که اگر آمد بالاتر از این سقف حرکت کرد تایم گرفتنش است. درست است که تکنیکال شما بلد باشه. خب پس در شاخص ادرس ما شما چرا متوجه شدیم؟ یکی پول در داخل بقیه کوین های بازار با جز از کوین اول زمان میشه که شاخص سعودی شه. پس شاخص انا سعودی شده نه خیر، در حال سعودی شدن است. بلی آمده بر ما یک سقف ساخته، درست است، در حال ساختن یک کف است. اگر این تونس بالاتر از سقف شکستانده شه اولین حرکت، اگر نه دنبال یک موج مطمئن شی سب میشه استور میکنی میه اصلاح خودش رو انجام میکنه، حرکتی بعدی رو میگیری. درست است. و این حرکت هم از خود سقف کفای بالاتر می داشته باشه که چندین تریگر داره در تریگرهای مختلف. مثلا در این تریگر 50 تا کوین حرکت میکنه، در این تریگر می 1000 تا کوین حرکت میکنه، در این تریگر می 3000 تا کوین حرکت میکنه. یعنی کوین های مختلف در تایم های مختلف حرکت میکنه که تو در این تایم نمیری هر کوین رو میخری، میری همین کوین رو میخری، همون کوین رو پوزیشن باز میکنی که تریگر سعودی شده باشه. باز در این تریگر رفته دوباره و کوین های اولی رو گرفته بودی نمیگیری، در این تریگر میری همون کوین رو پیدا میکنی که چارتش چی شده سعودی شده، میری روی از اون پوزیشن میکنی. دوباره اگر تریگر جدید برای شما تشکیل داد دوباره روی از کوینایی که از قبل بوده، کوینایی که از قبل بوده رفته پوزیشن باز نمیکنی، کوینای جدیدی که داره تریگر خود فال میکنه پوزیشن باز میکنه. یا هم شاید مثلا یک کوین وجود داشته باشه که پتانسیل وجود داشته باشه که در هر سه تا تریگر پول داخل از کوین تزریق شد سود کرده باشه، شما دیتا میری همون کوین هر سه بار پوزیشن باز میکنی. که از کجا میتونیم بفهمیم؟ از پری بیت کوینش با شما صحبت کردم، پری یو سی تی با شما صحبت کردم و فعلا دامیننس رو با شما صحبت کرده هستم که شما خیلی راحت بتونید کوین رو چیکار کنید پیدا بکنید. یا بود از شاخص ادرس دوستا، اگر جلسه شاخص ادرس بر شما کمک کننده بود، یک زین روشن بر شما داده و شما متوجه شدین که چی با چی است و اتفاقات در بازار چگونه به وجود میاد، حتما ویدیو رو لایک بکنین، کامنت بکنین، به دوستای تریدرتان اشتراک گذاری بکنین تا جامعه ما آگاهتر شود، فریب آدم ها را نخورم، پولشون در بازار عزیز نتن و ما هم یک انگیزه داشته باشیم. دوستا ببین هر لایک و هر کامنت شما برای ما انگیزه زیر میبخشه که بله انسان های بیشتری در حال ترجیح دادن و ارزش قائل شدن با آموزش است. ما انگیزه میگیریم که ببین برای شما آموزش بیشتر ریکارد کنم. ما هیچ توقعی از شما از دوستان ندارم، فقط لایک شما و کامنت شما برای ما انگیزه میده که بله بیشتر و بیشتر داره مردم ما جامعه ما آگاه میشه که ما بیشتر انگیزه داشته باشم برای شما چیکار کنم آموزشی در مورد ترید و مالگیری ریکارد کنم. یا بود از جلسه امروز ما تا جلسه بعد دیگر تمام شما دوستا و از دار بالای من میسپارم. خدا نگهدار همه شما تا درودی بعد بدرود.